درود و وقت بخیر. به راهبرد با من حسینا قریشی خوش آمدید. تاریخ خونبار افغانستان بسیاری وقتها با جنگ بر سر قدرت خانوادگی و قبیله‌ای همراه بوده است. به گونه مثال گاه کاکا برادرزاده را کشته است و گاه برادرزاده کاکا را زندانی ساخته است. اما موضوع تقسیم قدرت بر اساس ترکیب قومیت پس از قدرتگیری دوباره طالبان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. رژیمی که آخرین کارزارش افغانستان متحد بود. نبودن هزاره و زن و حضور کمرنگ تاجیک‌ها و ازبک‌ها در بدنه رژیم و روایت کوچ اجباری و نسل کشی زیر حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفتند. اما چند پرسش: طالبان با راه اندازی کارزار افغانستان متحد چی می‌خواهند؟ آیا افغانستان با شعار متحد می شود؟ و در نهایت آیا جنگ افغانستان جنگ بر سر قدرت قومی است؟ برای بحث روی این موضوعات آقای هدایت شینواری تحلیلگر سیاسی و آقای هارون معترف رئیس جنبش گذار را با خود داریم. میهمانان عزیز خوش آمدید. آقای شینواری، پیش از پرداختن به موضوع روز بیایید کمی در مورد تاریخ حرف بزنیم. بر ما بگویید که تاریخ خونبار افغانستان به ویژه 4 دهه اخیر بیانگر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر شما به تاریخ هر مملکت نظر بیاندازیم ببینیم که جنگ‌های به اصطلاح اول جهانی و دوم جهانی اینا هم در مملکت‌های مثل اروپا و امریکا و در غرب و شرق دنیا صورت گرفته و همچون ژاپن و چین و مملکت‌های مثل پاکستان و تمام دنیا این چی میگن این تجربه را سپری کردن. ولی مهمی است که شما در شرایط فعلی چه قسم هستیم. این مهم است با ما نسبت به اینکه شما با تاریخ گذر کنیم و ببینیم که تاریخ ما با چه قسم بود. تاریخ ما نسبتاً اگر ببینیم نسبتاً به دیگران اونقدر خونبار نبوده که دنیای دیگر ایره تجربه کردن. خب به نظر شما تفاوت تاریخ ساختار قدرت در افغانستان را با حکومت طالبان چی می‌بینین؟ مشکل شما اصلا مشکل تجاوز خارجی ها بودن در سالهای متمادی که شما زمانی که روس‌ها تجاوز کردن بر افغانستان قبل از او یک مملکت آرام بوده و بعد ناتو به اینجا آمدن و 20 سال اونجا هم به اصطلاح به همین قسم وضعیت را به اصطلاح به قسم اینا کشانده بودن که نمیخواستن که به اصطلاح اقوام بین خود بشینن و با گفته خود از اینا که به رهبریت افغان‌ها یا با مالکیت افغان‌ها یک صلح به اصطلاح صلح پایدار اونجا چیز میگرفت، ریشه میگرفت. و اینا خب ما میدانیم درست است که یا ملامتی هم است، ولی متاسفانه که این موقع را که ما و شما با دنیای خارجی یا با دنیای خارجی را دادیم، این در اینجا ما ملامت هستیم و باید که از این بعد باید هوشیار شویم و کسی را اجازه ندیم که افغانستان به اصطلاح با نام قوم و قبیله تقسیم کنه و ما شما افغانا باید متحد باشیم و یک حکومت. آقای شینواری، شما چی تفاوت میان بافت قدرت آن زمان و حالا در زمان حاکمیت طالبان میبینین؟ چی تفاوت را شما میبینین؟ درست است که فعلا ما شما یک حکومت معیاری نداریم و این یک مشکل بزرگی است در افغانستان که باید یک حکومت سیستم محور باید جور شود که دوجا همه اقوام یا همه مردم دوجا یک تمثیل خود کنند و این مشکل عمومی است در افغانستان
و امید است که سیاسیونی را درک کنند و بدون از این هم اینجا مشکلات ما شما روز به روز به اصطلاح به طرف یک بحران دیگه خواهد رسید و این چیز سیاسی ما شما خودمان و تمام ملت افغانستان خواهش نمی است که حکومت معیاری باید جور شود که به اساس ضوابط و به اساس یک معیار باشه. درست، تشکر. آقای معترف، از شما میخواییم بشنویم تا چی حد موافق حرفای آقای شینواری هستین با نگاه تاریخی بافت قدرت در افغانستان؟ درود بر شما و همچنان درود بر بینندگان بسیار خوب شما و مهمان گرامی آقای شینواری. بله، متاسفانه که چنانچه افغانستان در نتیجه تضاد منافع میان بلوک شرق و غرب و مخصوصا زمانی که کشور یک منطقه حائل به نام کشور شکل میگیره، از زمان به اصطلاح تأسیسش توسط امیر عبدالرحمن ما تا فعلا در طول 100 چند سال شاهد شکلگیری دولت ملت در این سرزمین نبودیم متاسفانه و چیزی به نام ملت و دولت کشور که همون تعریف یا مؤلفه های یک کشور بتونه مثلا شکل بده نتونست شکل بگیره متاسفانه. خونبارترین رویدادها در این سرزمین در طول نزدیک به 200 سال، بیشتر از 200 سال جریان داشته و در واقع الگویی از وحشت و بربریت را در این سرزمین شاهد هستیم. متاسفانه که شما در ابتدا اشاره کردین به منظور در واقع منازعه بر سر کسب قدرت خونهای زیادی ریخته شده، اختلافات جدی تاریخی واقع شده و همچنان جنگ های خانوادگی از جنگ های خانوادگی شروع تا جنگ های قبیله‌ای و جنگ در سطح کلان جنگ های داخلی. به هر صورت تا امروز که ما و شما داریم روی در یک برنامه در رابطه با گذشته صحبت میکنیم، هیچ چیزی به جز از شرمساری و سرفکندگی تاریخی چیزی برای افتخار نسبت به این سرزمین و نسبت به گذشتهش وجود نداره که آدم به او افتخار کنه نسبت به ارزش‌ها یا مثلا چیزی به نام شهروند محوری شکل نگرفت، چیزی به نام مفاهیم مدرن برابری، چیزی مثلا ارزش به نام برابری جنسیتی یا مثلا ارزش‌های خود ارادیت و آزادی‌های انتخاب. ما هیچ چیزی در این سرزمین به جز از بربریت و سیاست‌های بدوی و قبیله‌ای تا امروز به ارمغان نیاورده و نیاورده متاسفانه. درست. آقای معترف، با توجه به همین دید تاریخیتون به بافت قدرت در افغانستان بر ما بگویید که چرا شما حامی امیر حبیب الله کلکانی هستین؟ ببینید، بحث حامی از یک فرد دغدغه اصلی نبوده و ما پیرو کدام مکتبی به نام مکتب امیر حبیب الله کلکانی نیستیم. هدفی بود که حتما اشارهتان به اون موضوع خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله کلکانی بود. هدفی بود که یک سیاهکاری یا یک جعل تاریخی متاسفانه باعث شده بود که برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته بود نسبت به یکی از شاهان گذشته افغانستان. حالا قضاوت سیاسی نزد مردم افغانستان، نزد مردم خراسان محفوظ است نسبت به تمام شاهان گذشته، ولی یک بی‌مهری تاریخی که صورت گرفته بود این بود که تمام شاهان گذشته مورد تکریم و در واقع مورد اعزاز صورت گرفته بود. نشانی داشتن، گور داشتن پس از مرگ و به عنوان انسان هر شهروند، هر انسان حق داره که دارای یک نشانی و دارای حقوق پس از مرگ باشن و برخوردار باشن. به او خاطر امیر حبیب الله کلکانی به دلیل اینکه یک تاجیک تبار بود توسط حاکمان گذشته
محکوم شده بود، حتی چنانچه در روزگار و در زندگیش غدر و خیانت صورت گرفت، حتی پس از مرگش محاکمه شده بود و در حدود 89 سال از جایگاه که داشته باشه پس از مرگ محرومش ساخته بودن و ما دوباره این کجی تاریخ را راست کردیم و صرف به عنوان یک برش حق بخشیدیم که گور داشته باشه. درست. آقای شینواری، افغانستان 4 دهه خونبار پشت سر گذاشته. فکر میکنین که افغانستان از گذشته تا حال از نبود یک ساختار قدرت بر اساس تکثر قومی رنج میبره؟ در این شک نیست که ما مشکلات سیاسی را داریم در تقریبا 40 دهه که اصلا تا زمان حکومت‌های کمونیستی مشکل قومی اصلا در افغانستان مطرح نبود. وقتی که مجاهدین به کابل آمدن این مشکلات قومی جا بسیار مطرح شد، زبانی و این نبود یک قدرت مرکزی بود در افغانستان که هر کس میخواست به خوش دل خود یک سیاست را در افغانستان به دنبال بگیرد و این یک مشکل از اون زمان با ما که شروع شد تا امروز مسائل قومی و باز مسئله بن بود که خارجی ها این به این چیز کوشش کردن که یک حکومتی را که به اصطلاح به اساس قومی اینا ترغیب کردن و اونمو بنیاد واقعا که یک بنیاد اینجا با افغانستان که بنیاد بسیار چی بود به اصطلاح یک تخریبکاری بوده و اینا حکومت را جور کردن که با اساس دموکراسی نبوده ولی با اساس قومی اینا حکومت ما تشکیل کردن و در ظرف 20 سال به اصطلاح به این چیز ادامه داشت تا امروز. دیگه این مشکل اصلا مشکل افغانستان به نظر خود من مشکل ازی است که ما شما حکومت معیاری نداریم که با اساس سیستم محور باشد و با اساس انتخابات باشد با اساس قانون باشد که قانون اساسی باید تشکیل شود که تا بتواند که عدالت تامین شود در جامعه. این مشکل ما است ولی این چیزی قومی تکیه‌داری مردم هستند و کوشش میکنن که به اصطلاح خود را به اساس قوم در افغانستان مطرح کنن که خوشبختانه افغانستان به این چیزا بازی نمیخورن. مردم افغانستان یک ملت هستند و هیچگاه میبینیم که در ظرف 20 سال مردم با هم بسیار نزدیک هستند و امکانش هم نیست که افغانستان به اصطلاح به سوی تقسیم قومی برود. درست. خب در افغانستان در گذشته هم بگونی بعضی اشخاص به اساس قومیت خود در سیاست جا گرفتن ولی حالا میبینیم که در رژیم طالبان تقریبا 90% مربوط یک قوم هستند. به نظر شما چی را نشان میده؟ حکومت طالبان اساسش به حساب چی میگن گروهی است که در گروه تا کسی که طالب است و تاجیک است یا ازبست که هر قومی که است جای دارد و 90% مربوط یک قوم است. در این شک نیست که جنگی که شروع شد از اون معلوم میشه که این جنگ را همی قوم شروع کرد در مقابل ناتو 20 سال جنگ کردن و این مردم بودن که مطرح هستن فعلا در حکومت و درست است که دیگه اقوام اینجا شاید کمرنگ باشن به حساب طالبیزم ولی عموما اینجا کدام دیسکریمینیشن یا فرق بین مردم تبعیض نیست و که ما او را محکوم کنیم. مشکل ما مشکل اساسی این است که باید یک حکومت معیاری جور شود که معیار محک سیاست افغانستان شود. این مشکل ماست و باید هر افغان باید وطن دوست و که کسی افغانستان را دوست داره باید پافشاری به میشه که حکومت معیاری درست شود که اساسش قانون اساسی باشه و مردم خدمت را کنند.
درست، تشکر. آقای معترف، شما فکر نمی کنین این یک تبعیض است که 90% حکومت طالبان مربوط به یک قوم میشه چون آقای شینواری را رد میکنن و شما چی فکر میکنین این بافت قومی رژیم طالبان بیانگر چیست؟ اول که باید اصلاح کنم حرفای آقای شینواری را که گفتن از حکومت مجاهدین به این طرف قدرت سیاسی قومی شد و حکومت قومی شکل گرفت، اشتباه میکنن. ما از 200 چند سال به این طرف شاهد قدرت سیاسی قومی بودیم و رویکرد حکومت‌های استعماری از احمدشاه عبدالی به این طرف تا کرزی تا اشرف‌غنی همش قومی بوده و تفاوت چندان با رویکرد طالبان امروزی نداره و اگر قرار باشه که معیار حکومت قومی را از مجاهدین ما بررسی کنیم، پس این همه کشتار قومی که در زمان نادر غدار صورت گرفت، مثلا 62% هزارهایی را که امیر عبدالرحمن از دم تیغ کشان و امیر رقم صدها و هزاران انسان و غیر پشتون هایی که در افغانستان توسط قدرت ها و سلطنت های پشتونیزم قتل عام شدن، اینا را میشه نامش چی میگذاره؟ به هر صورت تفکر طالب یک تفکر جدید نیست و طالب پیامد حکومت عشیره‌ای و قبیله‌ای پشتونیزم است که ریشه در 200 سال گذشته دارد. هیچ گونه تفاوت میان طالب امروز و میان گل محمد مومند و نادر و نظامنامه ناقلین امان‌الله نداره. حتی شاه امان‌اللهی که خودش دایه‌دار مثلا مدرنیزم جا میتونه بزنه، میبینیم که در طرح انتقال اقوام از جنوب به شمال و نظامنامه ناقلینه که در زمان امان‌الله شکل گرفت در واقع چیزی است که امروز طالب انجام میده و همون کتاب صقوی دوم را که به عنوان قانون اساسی فاشیسم اینا استفاده میکنن، هم در گذشته مورد پیشنهاد قرار داشت، هم حزب افغان ملت او را پیشنهاد میکرد، هم طالب او را پیشنهاد میکنه، هم فاشیسم مثل یون و سایر فاشیستای دیگر. به هر صورت بحث قومی از بنیاد در افغانستان نیاز به توزیع عادلانه قدرت داره. ما هم طرفدار سیستم و نظام هستیم که آقای شینواری میگه، اما این باید تعریف شود. نظام و سیستم سیاسی در افغانستان زمان میتونه منجر به تشکیل یک نظام سیستم محور شود که تمام اقوام این سرزمین به عدالت اجتماعی دست پیدا کنند، تمام شهروندان این سرزمین صلاحیت و در واقع حق این را داشته باشند که انتخاب و اراده جمعی تعیین کننده سرنوشت سیاسی و نمادهای ملی باشد. آقای معترف، به نظر شما بفرمایید. وقتی ما میگوییم که ملت هستیم، یک دروغ بزرگ است. ملت وقتی شده میتونه که ما دارای یک کشوری باشیم که حداقل توافق جمعی روی نام او کشور وجود داشته باشه، نه یک نام جعلی قومی را برای یک کشور. ما زمانی میتونیم ملت شده بتونیم که ما یک پرچم واحد را در محورش بتونیم جمع شیم، نه پرچم‌های قومی مثل که در زمان کرزی و اشرف‌غنی بود. ما زمانی میتونیم که ملت شیم که نمادهای ملی ما واقعا ملی باشه بر اساس انتخاب اقوام افغانستان. نه پول ما ملی است، نه پرچم سرزمین ملی بود، نه نامش ملی است، تمامش نمادهای قومی است. تا زمانی که این نمادها بر هم نشکنه، تفکر حکومت مرکزی گرایان پشتونیزم از فرو نپاشه، ای افغانستان یا در این سرزمین عدالت اجتماعی تا زمانی که حاکم نشود، این وضعیت قومی ادامه داره و این باعث شرم و ننگ هم در منطقه و هم در جهان میتونه باشه و این میتونه تولید کننده تفکر بربریت و تروریسم نه در منطقه بلکه در تمام جهان میتونه باشه. آقای معترف، فکر میکنین که امی حاکمیت طالبان باعث از این میشه که تنش‌های قومی را در افغانستان افزایش بدن؟ معلوم دار تنش که افزایش داده، یعنی ما عملا به یک بنبست قومی خوردیم، یعنی ما از تنش گذشتیم. یک کشوری که اگر یک روز امکانات حمایت از گروه قومی قطع شود، شما اگر تصور کنین که پاکستان از حمایت از طالبان دست بکشه، شما اگر یک لحظه تصور کنین که هفته چند میلیون دلار مثلا به می گروه قومی داده نشود، فکر میکنین که این وضعیت دوام میاره؟ نه تنها دوام نمیاره،
منجر به یک جنگ بسیار خونبار و وحشتناک داخلی میشه که کسی باز نمیتونه جلوش رو بگیره. شما مطمئن باشین که این وضعیت حمایت میشه و این وضعیت دستای بزرگی وجود داره، چنانچه در طول 200 چند سال یک گروه قومی همیشه حاکم بوده در حمایت، در نتیجه حمایت از بیرون، از شاه شجاع تا کرزی. 20 سال گذشته را آقای شینواری اشاره کردن. در 20 سال گذشته هیچ تفاوت میان اشرف غنی و کرزی و طالب وجود نداشت. شما اگر فکر میکنین که ادامه حکومت مجاهدین 20 سال گذشته بود، اشتباه میکنین. به دلیل از اینکه 20 سال گذشته هم قومگرایی کردن، 20 سال گذشته هم خیانت قومی بود، 20 سال گذشته هم کوبیدن بر طبل قومی و تا تانستن از بیت المال افغانستان سوء استفاده کردن به نفع یک گروه قومی تا اینکه قدرت از یک اولادزاده به یک اولادزاده دیگر انتقال دادن. همین 20 سال گذشته افراد قومگرا بودن که قدرت از مردم مثلا از کشیدن واگذارش کردن به یک گروه قومی تر به نام طالب. درست. آقای شینواری، شما حرفای آقای معترف را شنیدین، اگه در این مورد هم بخواین چیزی بگین. اینا گفتن که اشرف غنی و کرزی و حالا طالبان هیچ فرق میان از اینا وجود نداره، همیشان تبعیض بگونی تبعیض پیش میرن و پشتون، یعنی سیاست پشتونیسم پیش گرفتن. در این مورد چی میخواین بگین و آیا شما هم فکر میکنین که حاکمیت طالبان باعث جنگ‌های قومی در افغانستان میشه؟ ببینید مشکلی است که اگر ما شما به تاریخ نظر کنیم، مردم کنر به اصطلاح در وقت صدر اعظم داود خان به اساسی که عسکری نمیدادن، بسیار مردم از اینجا فرار کردن، فعلا هم مهاجر شدن و یک چیز چی میگن، یک حادثه وقت بوده که تنها به یک قوم منسوب نمیشه که به اصطلاح کدام قوم و از طرف کی شده اینا. و اگر در 40 سال ما ببینید انقلاب فعلا مثال تقریبا در پاکستان 6 میلیون مهاجر از 6 میلیون اگر حساب کنید شاید 90% پشتون هستن، 10% دیگه مردم هستن. فعلا هم مهاجر هستن در کمپای کویتا و بلوچستان و پشاور و هم همینجا افتادن و نمیتونن به خانه خود برگردن. این مسائلی هست که متاسفانه تمام افغان‌ها در ظرف 40 سال به اصطلاح چیز قربانی نمی جنگ‌های نیابتی و هستن و این چیزا مشکل ما این چیزا حل نمیکنه. اگر ما شما هر قدر به چیز دامن بزنیم، تیکاداری قومی هیچ اصلا به ما نتیجه نمیده. بدون از این که باید ما شما هم نظر شویم. با این نظر ما اینمی است که حکومت معیاری باید ما میان بیاد. تا که حکومت معیاری میان نمیاد مشکل ما شما حل نمیشه و این مشکلات ما دیگه هم زیاد میشه. و آمدید با این که به اصطلاح درست است که اگر ما شما با تاریخی چیز کنیم، مردم قوم پشتونی اکثریت هستن و در هر دنیا و همین قسم اگر به حساب دموکراسی هم باشه، هر کسی که رأی زیاد بگیره و تشکیل حکومت را همون نمیدن و حرف اول هم اونا دارن. اگر انتخابات هم باشه در هر دنیا این چیز است و اگر غیر برای سیستم دموکراتیک هم نباشه اکثریت سوی حکومت میکنه. در هر دنیا هست نمیشه. ما هیچ دنیا ندیم که اکثریت باشه و اقلیت توی حکومت کنه. خویی مسئله یعنی شما فکر میکنین که اگر پشتونا حکومت را در دست داشتن چون مردم اونا را انتخاب کردن؟ گفتم اگر به حساب انتخابات دموکراسی بشه خب معلوم است که به اصطلاح میتونیم که به اصطلاح کسایی که رای زیاد میگیره اکثریت هستن اونا ما حکومت میکنه، حکومت هم اونا تشکیل میدن. ولی اگر ما شما به اصطلاح مسئله را قومی هم کنیم، به حساب قومی هم مسئله شود، بازم میتونیم که به اصطلاح کسی اگر به حساب قومی باشه اول هیچ چیز در افغانستان اصلا مطرح نیست. اگر مطرح هم شود حکومت با دستم کسایی می باشه که از قوم حرف میزنه. ولی مشکل ما شما باید فعلا همی است که حکومت میاری نداریم و افغانستان به اصطلاح در ظرف 43 سال قربانی جنگ‌های نیابتی شدن و تا فعلا مشکل ما اینمی هست. از این نکده اگر ما شما کوشش کنیم که به اصطلاح این مسئله را قومی بسازیم و از نظر چیز چی میگن ظاهر خان به اصطلاح وقتی که به افغانستان آمد
در پارلمان اکثریت مردم غیر پشتون بودن، به خاطر پشتونها در جنگ بودن در ظرف 20 سال، ولی ملقب بابا را مردم به ظاهر خان دادن، نه از طرف پشتونها. درست. قانون اساسی در شده و کرزه هم حمایت از این مردم ها داشتن. مردم که میگن ما اقلیت هستیم و غنی هم پشتیبانی از این اقلیت ها را داشتن. درست. آقای شینواری حالا حکومت، شما میگین که یک حکومت میاری به وجود بیاید، پس به نظر شما چگونه نظام جوابگو و قناعت بخش برای جامعه چند قومی افغانستان میتونه باشه؟ نظر به شرایط امروزی که ما میبینیم در تمام دنیا اساسش یعنی اصلش انتخابات است که با اساس انتخابات که هر کس بتونه که تمثیل خود را در سیستم یا در نظام کند و به اصطلاح نماینده های ملت باید به پارلمان بیان و در ضمنش باز اصلاحات باید بیاید که به حساب چگونه یک نظام درست، انتخابات درست، یعنی دموکراسی باشه، ولی نظام چگونه باشه؟ متمرکز باشه، غیر متمرکز باشه؟ چگونه یک نظام شما فکر میکنین بر افغانستان بهتر باشه در وضعیت کنونی؟ به نظر من فعلا اگر هر نظامی که هست با شکلش باشه که متمرکز باشه و شرایط فعلی اگر در آینده اگر به این چیز ضرورت باشه که به اصطلاح بهتر فدرالی باشه فدرالیش و پارلمانی باشه پارلمانی باشه. یعنی مشکل ما فعلا مشکل اساسی است که باید اصلی چیز که هست و انتخابات است و باید حکومت معیاری است و کردن است که اساس سیستم محور باشه. باید با فشاری شاه که ما شما حکومت سیستم محور جور کنیم. باید این مشکلات ما حل میشه. تقریبا فعلا ما شما فاقد نمی سیستم هستیم و حکومتیم که به اصطلاح امروز سر کار آمده، به اصطلاح بعد از جنگ ها و به اصطلاح از خونریزی ها و تمام مهمی است که باید طالبان باید زودتر قانون اساسی دایر کنه و به اصطلاح یک حکومت معیاری جور کنه که جا تشکر آقای شینواری. احزابی که امروز در افغانستان احزابی که هستن فعالیت ندارن و باید اما احزاب را اجازه فعالیت بدن که تا مشکلات سیاسی ما حل شود. تشکر آقای شینواری. آقای معترف، آقای شینواری میگویند که باید مسئله قومی نیست و مسئله قومی هم نباید ساخته شود و نظر شما در این مورد چیست و بر ما بگویید که چگونه یک نظام میتونه این مشکل افغانستان از دید قومی حل بسازه؟ از اول در پاسخ به حرفای آقای شینواری اشاره کنم کوتاه. اولی که مردم این سرزمین اگر آوارام شده، اگر مهاجر شدن، چه از اقوام مختلف، عاملش برمیگرده به یک مشت فاشیسم که در افغانستان خودش را دایه‌دار قدرت سیاسی میدونستن. اگر پشتون مهاجر شده، اگر تاجیک، ازبک، هزاره، هر قومی که مهاجر شده عاملش یک گروه فاشیسم خونخوار است که عامل تبعی افغانستان شده. درست است که پشتونها مهاجر شده، در این جای شک وجود نداره، ولی عاملش هیچ هزاره‌ای نبوده، هیچ ازبکی نبوده و هیچ تاجیک عامل این بدبختی نبوده. عامل بدبختی به اون گروه قومی برمیگرده که باعث تباهی همین خاک و همین سرزمین و همین فرهنگ شده. موضوع دوم که جنابشان اشاره کردن، بحث اکثریت و اقلیت را مطرح کردن. من میخوایم سوال کنم که اگر در افغانستان پشتونها اکثریت می بود، چرا هیچ پشتونی حاضر نشده در افغانستان به سرشماری جمعیت تن بدن؟ اگر که پشتونها در افغانستان اکثریت می بودن، چرا امرخیل رمه های گوسفندش می آورد مثلا صندوق ها را پر میکرد؟ اگر در افغانستان اکثریت پشتون می بود، چرا نتیجه انتخابات 2004 جعل کردین مثلا به نفع آقای کرزی؟ اگر که اکثریت می بودین چی نیازه به جعل می بود در سال 2009؟ اگر که اکثریت میتونست رأی تعیین کننده داشته باشه، چرا در 2014 شما متوسل شدین به جعل و به نیرنگ؟ اگر شما اکثریت می بودین یا شمایی که خودتان مثلا اکثریت میپندارین، چرا قدرت را به جای انتخابات که آقای غنی فرار کرد با میلیون ها دلار، چرا واگذار نکردین برای انتخاباتی که مردم زمینه انتخابات میگه؟ چرا با برادرای تروریستتان قدرت را واگذار کردید؟ معنایش است که هیچ اکثریتی در افغانستان وجود نداره. اگر اکثریت هم وجود داشته باشه، تاجیک ها و فارسی زبان ها از در این سرزمین که اکثریت تشکیل میدن.
چون ما ثابت ساختیم که نتیجه دموکراسی و انتخابات تعیین کننده سرنوشت است. اگر شما باور به اکثریت و به تمدن می داشتین، امروز فاشیسم هزارها را مورد حملات وحشیانه تروریستی نمی کردن. اگر امروز اکثریت و تمدن سرنوشت ساز می بود، نیاز به در واقع این همه جعل و نیرنگ و خداع و تقلب نمی بود. متاسف هستم که یک گروه اقلیت در واقع تروریست پرور همیشه دایه‌دار اکثریت خودشون هم می‌داره و همیشه متوسل شدن به زورگویی و در واقع با سیاست مستعاری، سیاست استعماری که یا از پاکستان حمایت شده یا از غرب یا از شرق یا از غرب. به هر صورت ما تکرار میکنیم که سرنوشت این سرزمین را اراده مردم میتونه که تعیین کنه و او میتونه از طریق انتخابات آزاد، شفاف، در روشنی، سرشماری جمعیت میتونه تعیین کنه. دوم، هیچ امکان نداره که در عصر امروز حکومت‌های متمرکز قومی پاسخگو باشند. اگر شما واقعا شایستگی نظام مردم سالار را می داشتین، در 200 چند سال که قدرت در اختیارتان می بود، از این مملکت شما مدینه فاضله می ساختین. نه ظرفیت حکومتداری داشت یک گروه قومی، نه ظرفیت آبادی داشت، نه ظرفیت توسعه داشت، نه ظرفیت آوردن رفاه را داشتن، بلکه یک شرم تاریخی را در 200 چند سال باقی ماندن. با او خاطر تکرار میکنم که راه حل این سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از طریق نظام فدرالیسم باشه یا بالکانیزه باشه. هر سیستمی که قدرت را به تمام شهروندان و به تمام اقوام بتونه عمودی و افقی تقسیم کنه و توزیع کنه، میتونه راه حل باشه. خواب خیال اکثریت خواهی یک توهم است و این از عبدالرحمن باقی مانده در ذهن ضمیر یک جمعی از حلقات شونیزم. این با این دوام نمیاره، به دلیل از اینکه باعث تباهی قوم خودشان شده، باعث تباهی منطقه شده، باعث این شده که ظرفیت تروریستی را در منطقه بپرورانه، باعث شده که عقب ماندگی بار بیاره. این ذهنیت اکثریت خواهی خودشان هم تباه کردن، دیگران هم تباه کردن و باعث یک لکه ننگ در سطح منطقه و جهان شدیم. از افغانستان امروز از آدرس همین گروه قومی جهان تهدید میشه. وقتی نیویورک مورد حملات قرار گرفت در سال 2001، میزبان امو تروریستا همین گروه قومی بود که امروز جناب آقای شینواری به او افتخار میکنه. میزبان بسیاری از شرمای تاریخی همین گروه قومی بود که اینا خودشان اکثریت اسلام میپرانند. من میخوایم بگویم که هیچ معیار قومی در این سرزمین جوابده نیست جزی که ما به عدالت اجتماعی، به ارزش‌های شهروان محوری و بر اصول انتخاب یک رأی و انتخاب تعیین سرنوشت بر اساس انتخاب آزاد باشه. و این انتخابات آزاد میتونه که جمع اقوام افغانستان روی هر چیز اجماع توافق رأی عمومی میتونه تعیین کنه. میتونه سر نام کشور باشه، میتونه سر نوع نظام سیاسی باشه، میتونه سر در واقع نمادهای ملی باشه. در حال حاضر ما هیچ چیزی به نام نماد ملی نداریم. چی چیز ما را میتونه ملت بسازه؟ آیا نام جعلی افغانستان ما را میتونه ملت بسازه؟ تا چی وقت دروغ؟ چرا ما بیایم همین نام قوم خود ما را مثلا روی تمام اقوام تحمیل کنیم؟ او برادر نتیجه نمیده. یک بحث جعلی نمیتونه که تحمیل شود تا آخر عمر روی تمام افغانستان. بگذارین که مردم اقوام افغانستان هویت خودشون را داشته باشه. شما از بس که تمرکزگرایی کردین، امروز ببینید هزارستان داره شکل میگیره و جلوش هم گرفته نمیتونه. جهان از این انتخاب حمایت میکنه. جهان آل به این باور رسیده که دیگه یک گروه قومی نمیتونه تا آخر ملا دادالله و ملا فاضل خان در جوزجان حاکم باشه روی اقوام دیگر. دوام نمیاره. این تاریخ انقضا داره. درست آقای معترف شما از نسل کشی هزارها هم یاد کردین. حالا در روزهای گذشته هشتگ استاپ هزار جنوساید یعنی راه اندازی شده بود، ولی طالبان به یک گونه هشتگ افغانستان متحد را راه اندازی کردن. به نظر شما هدف چی بوده؟ ببینین، من نسل کشی متاسفانه که نه تنها یک پدیده جدید است، این نسل کشی میراث عبدالرحمن است. ما چرا واضح صحبت نمیکنیم؟ کی ما را نسل کشی میکنه؟ کی تاجیک‌ها را در اندراب و در پنجشیر و در شمالی و بدخشان
در شمال و در صفات شمال نسل کشی کرده و نسل کشی ادامه داره. خب معلوم است یک گروه قومی است، همین طالب است، عبدالرحمن بود، نادر بود، محمد بود، نظام نامی ناقلین امان الله بود، دور پیشتر از طالبا بود. شما بخونید سقوی دوم را کتاب را که اینا نوشته کردن، عملا پیشنهاد میکنن که غیر پشتونا را از این سرزمین فرار بدن، غرب کابل تخلیه کنین، شمال کابل تخلیه کنین، جای سبز تخلیه کنین، با کوچه‌های پشتون بدن، قندوز تخلیه کنین، بغلان تخلیه کنین، جوزجان تخلیه کنین. شما چی میخواین؟ در این عصر این خواست عملی نیست. این باعث اندکترین تغییر تحول این بار اگر در این سرزمین بیاید، مطمئن باشین که به شدت یک جنگ شبیه رواندا در این سرزمین واقع میشه. به دلیل از اینکه طرح کوچ اجباری، طرح جابجایی اقوام بر اساس یک نظریه زورگویی بسیار پیامد و ویرانگر داره. شاید که شما 100 سال پیش موفق شدید در جای این کار کردین، ولی این وضعیت دوام نمیره. پشت سر این طرح 40 میلیون دلار هر هفته دیگه دوام نمیره. مثلا وجود داشته باشه، ممکن پاکستان یک روز از این حمایت دست بکشه، ممکن قوت‌های هوایی پاکستان دیگه زمینی از این برش منافعش ایجاد نکنه، به پنجشیر را بمباردمان کنه. این پایان میافت و این پیامدش چنان خطرناک بود که مردم عامی هم که هیچ نقش در این مسائل نداشتن منجر به مثلا انتقام گیری بسیار وحشتناک شود. تشکر آقای مطرف. آقای شنواری، آقای مطرف گفتن که پشتونها اکثریت نیستن، چرا اونا به سرشماری تن نمیتن. در این مورد شما چی میخواین بگین؟ و همچنان آقای مطرف نام افغانستان را جعلی خواندن. خب ایتراست که ما شما 43 سال است که در جنگ هستیم و این چیزا ما شما یک موقعم داده نشده که ما شما یک مردم شماری کنیم. ولی در وقت شهید داود خان که از یاد میآید که سرشماری در اون وقت شده بود و او معلوم است. خب هر ترتیب باید در آینده باید هم سرشماری شود که تا معلوم شود که اقوام کی هستن و اکثریت کی است و فعلا این مشکلات ما داریم. و آمدیم میگه که این آقا به اصطلاح حرفای ضد نقیض میگن، از یک طرف مسائل قومی را مطرح میکنه و دیگر طرف از عدالت هم صحبت میکنه. خوی دو چیز نمیشه و یک راه را گرفتم و بهتر همی است که منافع تمام ملت دوجه گنجایش میده که ما شما بتانه یک مملکت یک حکومت معیاری باید درست کنیم و میان بریم. تا که ما شما حکومت معیاری نداشته باشیم، در اون صورت امکان از این بحران است که ما شما در بحران فعلا هم افغانستان در یک بحران است که مشکلات اقتصادی هم داریم در ضمنش و خوی این مشکلات ما روز به روز دیگه هم زیاد میشه و مفادش هم به هیچ کس نمیرسه بدون از اینکه کسایی که میخوان افغانستان نارام نگاه کنن و دشمن ما معلوم است و ماهیتش هم معلوم است و فایده چیز هم نداره به هیچ کسی. تا زمانی که عدالت تامین نشود در هر جامعه که باشد، در هر جایی که باشد، و این شکایت را همه افغان‌ها دارن فعلا که حکومت باید معیاری شود تا هر کس بتونه که تمثیل ارادی فکر نمی‌کنین آقای شنواری، فکر نمی‌کنین یکی از دلایل بی‌عدالتی همی است که بعضی اقوام سرکوب میشن و در سیاست هم برشان جای داده نمیشه در حکومت؟ در شرایط فعلی مسئله اقوام هم نیست، بلکه تمام احزاب سیاسی فعلا منحل شدن و کسانی که به اصطلاح سیاسیون هستن میخوان در سیاست افغانستان جای داشته باشن و اونا جای نیست در افغانستان. و یک گروه هست، درست از گروه هست که آمده و هر کسی که طالب است اونجا حکومت میکنه، ولو کسی که تاجیک است یا ازبک است یا پشتون است. یعنی یک طالبانیزم چیز است، شک نیست، ولی مسائل قومی اونجا فکر نمی‌کنین این کوچای اجباری و نسل کشی هم بیانگر یک سیاست قومگرایی است؟ ببینید مشکل ما شما فعلا همی است که شما یک حکومت قوی نداریم دوجا. هر کس که هر جرم را اونجا مرتکب میشه عاملش هم معلوم نمیشه و به اصطلاح معلوم است که گروهایی که اونجا فعلا فعال هستن به نام داعش و هر نامی که هستن
اونا مسئول کسانی هستند که امریکایی‌ها در زمان اوبامایی در عراق تشکیل شد و باز به سوریه انتقال شد و از سوریه به تمام منطقه. این مردمی هستند که مردم استخباراتی هستند و فعالیت‌های خود را دارن به نام از این میخواین که افغانستان را ضعیف نگاه کنن و به مهدف خود اینجا برسن. را همه ما میدانیم. در ظرف 20 سال کسانی که خود را سیاسی میگن و از این مسائل چون پوشی میکنن، خب معلوم است که اونا نمیخوان که حقیقت بگوین و حقیقت سرحقیقت چون پوشی میکنن. تشکر آقای شینواری. آقای معترف، به عنوان پرسش اخیر میخوایم از شما بپرسم که اگر چنین سازگار قدرت در افغانستان ادامه پیدا بکنه، به نظر شما افغانستان به کدام سمت میبرم؟ من فکر میکنم که رویای یک افغانستان متحد در محور تفکر شونیزم و پشتونیزم و در واقع تمرکز قدرت بر اساس رویای اکثریت خیالی و سرکوب اقوام دیگر، تکرار میکنم که نه تنها یک تهدید برای فروپاشی خود این سرزمین است، بلکه یک تهدید جدی برای انسانیت، برای عدالت و برای یک تهدید جدی در منطقه و تهدید جدی بر تمام کشورهای جهان میتونه باشه. چنانچه در گذشتم از آدرس همین تفکر جهان تهدید شد، گروه های تروریستی تولید کرد و اخیراً شما دیدین که مهمان چای صبح وزیر داخلی اینا که یکی از تروریستان درجه یک پس از اسامه بن لادن در میز چای توسط امریکایی‌ها کشته شد. معنایش است که تا زمانی که این حلقه تروریست پرور در اوج حاکم باشه، خودشان هم بدبخت کرده، منطقه را هم بدبخت کرده و جهان هم بدبخت کرده. تفکر تمامیت خواهی، زیاده خواهی و تروریست پروری یک پدیده بسیار شرم‌آور و شنیع و خطرناک است و من فکر میکنم که با در قسمت داعش که اینا اشاره کردن، خود طالبان پدر و مادر گروه های تروریستی در منطقه هستند و داعش یک فرزند بسیار کوچکی از این گروه های تروریستی است. حتی خود طالبان اشاره میکنن که گرچه در افغانستان داعش وجود ندارد و یک کد امنیتی بود که در حکومت گذشته آقای غنی از این نام علیه حملات هزارها سوء استفاده کردن، علیه جنبش رستاخیز، جنبش روشنایی سوء استفاده کردن و با این نام مخالفین سیاسیشون سرکوب کردن. امروز هم طالبان با عین استفاده از روش، با استفاده از داعش کوشش میکنن که اقوام دیگر را سرکوب کنن. شما دیدین که چریکای عدالت آزادی بخش که در نقاط افغانستان به نام جبهه مقاومت و جبهات آزادی مبارزه میکنن برای آزادی افغانستان، اینا به نام داعش سرکوب میکنن. بنابراین عامل فساد، عامل بدبختی، عامل تباهی همین گروهای قومگرای طالب است که چی طالب مدرن باشه، چی طالب کلاسیک باشه، چی طالب دوران نادر باشه یا جدید باشه، همش یکیست. سپاس مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. برنامه در همینجا به پایان میرسد. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.